تو اگر زود خسته میشی مشکل از تو نیست، از ذهنته. ولی اگر این 3 مورد رو انجام بدی معجزه‌شو میبینی. 1. لذت فوری رو خیلی کمترش کن. هر چیزی که بدون تلاش کردن خیلی بهت کیف میده مغزتو تنبل میکنه، مثل لذت خوردن غذای فست فودی، اینستا گردی، بازی‌های دیجیتالی، خرید کردن آنلاین. وقتی همش به مغزت این لذت‌ها رو بدی دیگه تلاش کردن براش بی‌معنی میشه. دومیش دستاوردهای کوچیک داشته باش. مثلا به جای اینکه بگی میخوام ورزش کردن رو با روزی 2 ساعت شروع کنم، با روزی 10 دقیقه نرمش کردن شروع کن. این 10 دقیقه نرمش کردن دوپامینی تو ذهنت ترشح میکنه که بعداً خیلی راحت‌تر بتونی تلاشتو بیشتر کنی. سومیش ذهنتو گول بزن. کاری که دوست نداری انجام بدی رو با کاری که دوستش داری ترکیب کن. مثلا تو تمیز کردن خونه رو دوست نداری، این کارو همراه با گوش دادن موزیک مورد علاقت انجام بده. یا تو علاقه به مطالعه کردن و کتاب خوندن نداری، این کارو همراه با خوردن عصرونه مورد علاقت انجام بده. مطمئن باش این 3 موردو که انجام بدی نتیجه خیلی خوبش رو می‌بینی. دمت گرم.